تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، سرخط موضوع‌های مهم. بانک ملی تاجیکستان اعلان نمود که با نظر داشت خطر و خطر افزایش قیمت مال و مواد و به قرب شوی پول ملی، سیاست‌های مالی و پولی را دیگر کرد. حقوقشناس توجیک رحمت الله زایرов در یک نامه باز صاحبکار زید سعید و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف را محبوسان سیاسی خوانده است. اینها به یگان بار یک به یک شته واخوری کردن ندادن، این ویرانکنی حقوق شهروند به حمایت میباشد. و در کلاب گروهی از تاجران شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را از منبع درآمدشان محروم کنند. کسی که خدمت خلق میکنه کمک باید او را ویران کنه، کسی که به خلق جبر ظلم میکنه باید او را آزادی بسبب جبر ظلم. بانک ملی تاجیکستان اعلان نمود که به خاطر جلوگیری از بقربشوی سامانی و بالوروی نرخ سیاست پولی را دیگر کرد. این نهاد مالی معیار بازتحویل را به 16% رساند و از بانک‌های کشور خواست که ذخیره‌های پولیشان را زیاد نمایند. چنین اقدام در حالی است که طول یک هفته اخیر قرب سامانی در مقابل دلار به شدت پایین رفت. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند. بانک ملی تاجیکستان از بیم افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مال و کالا معیار بازتحویل را یک باره 3.5% بالا برد که در گذشته ها این خیلی کم به نظر می رسید. تا روز 20 مارس معیار بازتحویل 12.5% را تشکیل میداد و امروز آن به 16% برابر شده است. بانک ملی با نشر یک بیانیه رسمی گفت قرار مذکور را با نظر داشت عامل‌های بیرونی اقتصادی قبول کرده است که می توانند سبب فشارها به اقتصاد تاجیکستان و سامانی پول ملی بشوند. با گفته بانک ملی عین زمان نمایه نرخ‌های خوراکواری جهانی به حساب میانه سالانه 10.1% و بالاروی نرخ نفت تا $55 را تشکیل می‌دهد و این تمایل به اقتصاد و نرخ‌ها در کشور به تأثیر نمی‌ماند. در جلسه رهبریت بانک ملی در روز 20 مارس از جمله کم بودن اسعار خارجی به خصوص دلار و افزایش طلبات به آن در تاجیکستان بررسی شده است. با گفته مقامات بانک به سبب افزایش پول نقد زیادشوی طلبات به اسعار خارجی وابسته به تطبیق انشاءات‌های بزرگ خرید و فروش غیرقانونی اسعار نقد خارجی زیاد شده است که پیامدهای منفی دارد. بسیاری از تاجران در تاجیکستان میگویند که پیدا کردن دلار در کشور سخت شده است و قیمت مال‌های وارداتی از جمله مواد خوراکی هم بالا می رود. عین زمان در تاجیکستان قیمت $1 آمریکایی از 8 سامانی بالاتر است. سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا که روز 16 مارس معیار فایزی دلار را بالا برد، با گفته بانک ملی تاجیکستان لپش‌های قربی را به وجود آورد و ممکن است در طول سال به قرب پول ملی تاجیکستان و بالاروی نرخ‌ها سبب شود. بانک‌های تاجیکستان از 2 سال پیش با دلیل بحران اقتصادی در روسیه به بحران روبرو شدند و آخر سال گذشته هم بانک ملی تاجیکستان برای نجات 4 بانک $500 میلیون آمریکایی جدا کرده بود و با وجود کمک 2 بانک کمک گرفته را نیز بانک ملی تاجیکستان بست. برنامه را ادامه میدیم. حقوقشناس توجیک رحمت الله زایرов در یک نامه باز به رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته است که صاحبکار زید سعید و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف محبوسان سیاسی هستند. شیر محمدی شایان ماه ینور امسال ضمن نشست خبری گفته بود زید سعید و بزرگمهر یاروف برای اعمال جناییشان مجازات شدند. رحمت الله زایرov میگوید او در نامه‌اش از نگاه قانونی ثابت میکند که پرونده های این 2 نفر انگیزه های سیاسی دارند. این حقوقشناس در صحبت با میرزا نبی خالقزاد گفت نامه را در روزهای نزدیک رسما به دادگاه عالی پیشنهاد خواهد کرد. اکنون نظر می اندازیم با بزرگمهر یاروف. یکمشون که اون را دستگیر کردن در شرایط یا که در جریان اجرا کردن وظیفه خود همچون ادوکات یا حقوق حمایتگر. ادوکات در مرافعه، ادوکات در جریان های حقوقی با پروکورور و با دیگر اشتراکچیان هم برابر حقوق است. یعنی مفتش به اساس که برای عملهای ادوکاتی نسبت وی چاره اندیشی میکند، این علیه بر ضد قانونگذاری است. پاره‌گیری یا پاره‌دهی و دستگیری کردن نه بر یک دیگر اساس کار در وقت اجرا کردن وظیفه‌های خود همچون ادوکات، این خودش علاقه ویران کردن سیاست حقوقی است. بزرگمهر یاروف رو در اساس 5 ماده به جوابگری کشیدند. از این 3 ماده
سیاسی می باشد. ماده 189 برانگیختن کینه عداوت، یا که ماده 307 این دعوت عمومی برای تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونه، 307 دروب 1 یا که پریم 1 میگوییم، این در دعوت عمومی برای فعالیت اکستریمیستی. یعنی کدام علم نگیریم حقوق شناسی رو، رساله و هزارها رساله ها نوشته شدگی در همه دولت‌هایی که در سابق دولت اتحاد شوروی این ماده های سیاسی قبول شدگی. در مورد زید چی؟ زید سعیدوف کتاب خود همین طور است. خیلی که من گفتم زید سعیدوف در یک بلو گرفتیم وضعیتی بسیار نزدیکی برای خودشان عمل میکرد. وای آدمی شخصی باوریناک بود، چندین کارهای عملی گرداند. وزیری مثل در وظیفه وزیرم کار کرد چند سنوات مثل. وقتی که اگر اینها با رعایت معیارهای مرافعوی اون چیز رو وقتی که آمد برگشت پیشکی یک چیز پیشنهاد میکردن و یا به حبس گرفتند و یگان امکانیت مثال برای سفید کردن خود امکانیت ندادند. حتی 3 ادوکات جدا شد، شهرت قدرتوف و زاکیروف و اینها به یگان بار یک به یک شته واخوری کردن ندادند. این ویرانکنی حقوق شهروند به حمایت می باشد. شکل کامل این صحبت رو میتوانید در سامانه www.azadi.tj و یا آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال نامه به رهبران سنت آمریکا نوشته است که از تلاش‌های چرنگوریا برای پیوستن به ناتو حمایت کنند چون به نفع آمریکاست. رسانه‌ها روز 21 مارد نوشتند که رکس تیلرسون در نامه‌اش از روز 7 مارد نوشته است که قبول چرنگوریا به ناتو با اصلاحات دموکراتی و ثبات و امنیت در بالکان کمک می‌کند. عین زمان ناتو سعی دارد نیروهایش را در بالتیک هم تقویت بدهد. گزارش را در این باره تماشا می‌کنیم. روز سه‌شنبه در لیتوا اسلحه وزنین از هلند را قبول کردند. تانک و توپخانه‌ها برای تقویت بتالون ناتو در این کشور آمدند. تقریباً 60 ماشین زیر پوش تانک و ماشین‌های نظامی به بندر کلایپدا وارد شدند و هفته‌های نزدیک 250 سرباز هلندی هم به اینجا می‌آیند. اعزام نیروها به لیتوا یک بخش عملیات بزرگ ناتو برای تقویت قسمت شرقی ائتلاف است. این ائتلاف نظامی در لهستان و ساحل بالتیک 4000 سرباز جایگیری می‌کند. فرماندهان ائتلاف میگویند هدف مقاومت به تهدیدهای احتمالی از روسیه است. در مسکو میگویند برعکس عملکرد ناتو تهدید به روسیه می باشد. رو می‌آوریم به خبرگزاری‌های دیگر. صدها ماشین بارکش که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان درمانده بودند دیگر باره راهشان را ادامه دادند. ادامه سفر و بارکشانی به رانندگان بعد از آن میسر شد که حکومت پاکستان امر داد 2 گذرگاه مهم و بسته مرزی با افغانستان را باز کنند. مولا رجب صوفی گزارش می‌دهد. بار اول در مدت 33 روز اخیر پاکستان گذرگاه ترخم را برای ماشین‌های بارکش باز کرد که به افغانستان و تاجیکستان هم بار می‌برند. ده‌ها ماشین بارکش از روز 21 مارد از گذرگاه خیبر گذشته به سمت مرز افغانستان حرکت کردند. یک روز پیشتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان دستور داد با نشان حسن نیت 2 گذرگاه مهم مرزی با افغانستان را باز کنند. پاکستان این گذرگاه‌ها را روز 16 فوریه بعد سلسله حمله جنگجویان بست که بیشتر از 100 نفر را کشتند. پاکستان میگوید جنگجویان این حمله ها را در پناهگاه‌هایشان در افغانستان طرح ریزی کردند. بعد این هزاران ماشین در دو طرف مرز درماندند. دیپلمات‌های افغان و پاکستانی پیشتر از باز شدن گذرگاه‌ها در لندن درباره پناهگاه‌های احتمالی تروریستان در مناطق مرزی گفتگو داشتند. برمیگردیم به تاجیکستان. در کلاب گروهی از تاجران شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را از منبع درآمدشان محروم کنند. مقامات کلاب به صاحبان چندین فروشگاه امر دادند که این فروشگاه ها را خالی کنند زیرا قرار است این مغازه ها از بین برده شوند. همکاران ما با این تاجران نگران از آینده خود و عائله هایشان صحبت کردند. یک خالدن دیگه $1700 کالباسا دارد مایده چهده دارد اینا امی ضرر مونسته ضرر جمعیت چه خالد قدر سور از خود کردگی
ба соҳибони ин фурӯшгоҳҳо дар маркази шаҳри Кӯлоб 3 рӯзи дигар муҳлат дода шудааст то мағозаҳояшонро холӣ кунанд. қарор аст ин 16 маркази савдо ки дар назди терминали мусофиркашонии шаҳр соли 2014 бунёд шуда буданд тахриб шаванд. 15 рӯз 20 рӯз пеш ҳамин гап хеста буд бо ҳамин тенши гуфтан ки хай гап нест дигар майли ҷои созай он чӣ бро фаъолият кардан мегирад магазин буд ҳамин саҳри омадан гуфтан ки масъалаи чора бинем ки 3 рӯз пас мехелем. ба қавли соҳибони ин фурӯшгоҳҳо онҳо марказҳои савдои худро ба маблағи 200 000 сомонӣ харидорӣ карданд ва дар ҳолати тахриб шудани мағозаҳояшон даҳҳо нафар беҷои кор монда ва ҳамин тавр даҳҳо нафари дигар аз нони хӯрдан хоҳанд монд. Инаи мардак мумкин ки 11 нафаран омбута ҳисоби талоб шуд. 11 оилара 11 оилара комют 3 будаки 35 одам зан будакушон 35 одам. мақомоти шаҳри Кӯлоб сабаби тасмими тахриби ин биноро риоя нашудани қоидаҳои сохтмон ва ҷавобгӯ набудани бино ба талаботи меъморӣ номидааст. ба қавли мақомдорони Кӯлоб ҳарчанд дар лоиҳаи сохтмон иштибоҳ шудааст, аммо ба ин соҳибмулкон замини баробар арзиш дода хоҳад шуд, вале соҳибони мағозаҳо ба ин ваъдаи шаҳрдорӣ бовар надоранд. بیارن پولی خلق بودن بعد مهران بودن شما چیکاری میگن هر یک کوادرات متری سو میشه بیچاره خیلی خانه‌ش فروخته است گاوش فروخته است باز دیگر چیزش فروخته است خیلی کردن در کار نیست وقت شده کسی کردن گناهگار اما یا گناهگار نیستن. ҳамакнун соҳибони ин марказҳои савдо мегӯянд дар сурате ки шаҳрдории Кӯлоб ба мушкили онҳо расидагӣ намекунад маҷбур ҳастанд дари ниҳодҳои марбутаи қонун ва ҳатто дастгоҳи раёсати ҷумҳури Тоҷикистонро бикӯбанд. با فرو رسیدن بهار توجه بانوان در تاجیکستان به لباسهای ملی بیشتر می شود. امسال زنان و دختران اکثرا به پوشیدن لباس اطلس و ادرس ترجیح میدن. ولی امسال اطلس و ادرس یک نوع مودی مجبوری شد چون مقامات امر دادند که در روزهای جشنی بانوان و دختران اطلس و ادرس به بر کنند. برای یوسفی گزارش میدهد. در روزهای بهاری و نوروزی اطلس و ادرس سرخریدار شدند. مدهای سر و لباس اطلسی هم افزوده است. من خیلی کاستوم چی میگوینه ای بالای کورتر میپوشن کاستوم کمزولچه بی آستین دار بی آستین هر خیلی حاضر این سال همین آماده شد. اطلس و ادرس اصلی دست بافت اساساً از ازبکستان وارد می شود. شبیه اطلس و ادرس متاحهای چینی هم کم نیست، اما طلبات به آن زیاد نیست. کارخانه‌های داخلی اطلس بافی در تاجیکستان بازار داخلی را پورا تامین کرده نمی‌توانند. 150 سر کرده تا 180 سوم است. یک لباس فروش یعنی 8 متر. همین یک لباس فروش 8 متر می‌شود. کرتای ایزوری اوسین کالتا می‌برد. لباس‌های کودکانه که از اطلس و ادرس با شیوه‌های ملی و اروپایی دوخته شده‌اند در بازارها فراوان است. مدل لباس‌های آمیخته اطلس و ادرس با متاح‌های یک رنگ هم زیاد به مشاهده می‌رسد. دکان‌های دوزندگی در این روزها تنها از اطلس و ادرس لباس می‌دوزند. زنان و دختران هر کدام با طبع خود لباس‌ها از اطلس و ادرس فرمایش می‌دهند. لباس ملی هم دخترها را زیب می‌سازند برای اینکه این کرتای ملی تاجیکی است و هر یک دختری تاجیک باید این لباس رو با تن خود پوشد چون که زیبا است. ما عنعنه قدیمه ملی خودمان را باید از بین نبریم، همه وقت استفاده بریم. اطلس لباس زیبنده است. سبب اطلسی شدن نوروز امسال سیاسی هم هست، چون مقامات و وزارت معارف گفتند که دختران باید در لباس اطلس و یا چکن به مکتب بیایند و این کار را از همه پیشتر زنان فعال و کارمندان دولتی نیز اجرا کردند که همه به ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با لباس اطلس و چکن رفتند. برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.